بیشتر از 2 ماهه که این دوتا باکس داخل اتاق من و همش میرن تو دست و پام و رو اعصابم دارن راه میرن. اینکه چرا دور ننداختمشون دلیلش اینه که میدونستم یه روزی قراره به کارم بیاد و توی این ویدیو قراره ازشون استفاده بهینه‌ای بکنم واسه دکور اتاقم. و الان قراره ازشون چیزی بسازم که داخل هیچ فروشگاهی واسه فروش نیست. یعنی اینم از اون دسته چیزاییه که خودم قراره از خودم در بیارم و خوشحال میشم که شما هم توی این ویدیو همراه من باشید. سلام مردم، با عرض شرمندگی اسم من فرانک، به کانال یوتیوبم خوش اومدید. قبل شروع این مصیبت میشه لطفاً کانالمو سابسکرایب کنید. ابزار مورد نیاز: دریل با مته 6 و باید 2 تا سوراخ کنار این یکی و 2 تا سوراخ کنار اون یکی دیگه هم بزنید. سوراخ‌هایی که رد نشن، یعنی The Bluetooth device. عمق خیلی کم. حالا شما میتونید حدس بزنید که این سوراخ‌ها واسه چه کاریه؟ خب مردم، الان ما داخل این باکس‌ها یه دونه سوراخ داریم که خب هیچ کدومشون به خواست خودم نبوده و تنها استفاده‌ای که میتونم از این سوراخ‌ها بکنم اینه که داخلشون نئون بذارم تا یه نوری هم داخلش داشته باشه، هرچند که نور اگه از بالا داخلش باشه خیلی بهتره. چه حالی دارم میکنم جون.
خب بچه‌ها من با یه سری چیزها رو بهتون توضیح بدم. اینایی که اینجا میبینید و باید اینجا میذاشتم و خب این یکی رو هم باید اینجا میذاشتم، چون این دوتا در جهت‌های مخالف همو فشار بدن تا اینو نگه دارن. This is Elon Musk. ولی خب من اینو اشتباه زدم. و همین دیگه. اینکه چرا اشتباه زدم واسه اینه که عجله داشتم. ساعت الان 12 نصف شبه و خب دیرتر از این نمیشد کاری انجام بدم، همسایه‌ها اذیت میشدن. واسه همین عجله کردم و همه چی رو اشتباه انجام دادم. حتی شانسی یک کارم درست انجام ندادم. خب مردم، کار من هنوز با این باکس ها تمام نشده. باید مقداری رنگ توسی درست کنم واسه دوراش اینا که خب چوبه و خیلی بد چشمی میکنه. و بریم واسه ساخت رنگ. بس! خب بچه‌ها، سخت‌ترین کار دنیا اینه که تو ویدیو بگیری و رنگ بزنی. احساس می‌کنی دارید بازی کامپیوتری بازی می‌کنی. انگار باید از توی دوربین رنگت هم بزنی. پس رنگشو باید بزنم و ویدیو نگیرم. رنگشو باید بزنم و ویدیو نگیرم. خب بچه الان باید این خوشه تا یه دسته دیگه بزنم که کاملا بپوشونتش و کار تموم بشه و آخر ویدیو بهتون نشون میدم چی کار میشه. 2000 years later.